این نوشیدنی طعماش خیلی عجیب غریبه. مثلا این با طعم کیک تولده. نوشیدنی با طعم کیک تولد چجوری میشه آخه؟ روش نوشته نخورید بنوشید. نوشیدنی رو مینوشید. نوشیدنی های برند کندیکن که بدون شکره. اولی با طعم آبموز، پایینش هم نوشته مینیونز. اصلا خیلی طعم بدیه. چرا باید نوشیدنی انرژیزای با موز درست کنن؟ من نمیفهمم. نه این خوشمزه نبود. بعدی با طعم مارشملو. این درش چه خوشگله. طعم مارشملوش هم خیلی عجیب غریبه. نه اینم خوشم نیومد. نه. بعدی طعم آب نبات ترش. ببخشید این طعم پشمکه. ببین از طعمش فهمیدم. اونجا نوشته بود کندی، فکر کردم آب نباته، ولی طعم پشمکه. فکر کنم کتون اگه اشتباه نخونده باشم میشه پشمک. از طعمش فهمیدم و خیلی باحاله. اینو خیلی دوست داشتم. بعدی طعم آدامس. بسته‌بندیاش واقعا خوشگله. اینم که قند نداره برای بچه‌ها خیلی خوبه. اینم باحال خدایی. یه آدامس خاصیه، اسمش یادم نمیاد الان. توپیا هست. خیلی خوشمزه بود این طعمش. و آخرین طعم کیک تولد که وقتی شما ویدیو رو لایک کنید من درشو باز میکنم. ممنون. بوی خامه میده. چطور ممکنه این نوشیدنی مزه کیک بده؟ حاجی خوشمزه نیست ولی خیلی عجیبه. اصلا چطور ممکنه؟ کیک رو مخلوط کردن، آبشو گرفتن. نمیدونم والا. اگه از آنباکس محصولات خارجی خوشت میاد کانالمو سابسکرایب کن.